سلام دوستان. در دنیا حیواناتی عجیب و بزرگی هستند که ما حتی تصور کردن نمیتوانیم. در این ویدیو شما را با حیواناتی عظیم جثه آشنا میکنیم که به حیرت خواهید آمد. آنچه اینجا میبینید شاید در افسانه ها شنیده باشید، اما اینجا واقعی بودنش را میفهمید. дар вақти коронавирус бояд чикор кунем? Дар хона нишинем ва ба гигиенаи шахсӣ риоя кунем ва инчунин ҳамроҳ бо 1x ғолиб шавем. Футболҳо бар вақти дигар гузаронида шуданд, аммо киберспорт идома дорад ва барои дар он ғолиб шуданатон бо промокоди Nekatop дар аввалин пардохтатон шумо метавонед то $100 тӯҳфа гиред ва дар силкаи дар зери комментария буда даромада ҳамроҳ бо бозии виртуалӣ ғолиб гардед. якум. калонтарин мори ҷаҳон анаконда با درازه 134 متر و 2067 کیلوگرم در جنگل آمازون آفریقا توسط شکارچیان کشته شد. این مار 257 انسان و 2325 حیوان را خورده بود. این مار وزن‌ترین و کلانترین دنیا آناکوندای سبز نام داشته، دومین مار کلانی دنیا به حساب می رود. با گفته گرافیک نیوز، این مارها با خوردن خوک‌ها، آهوها، پرنده‌ها، سنگ‌پشت‌ها و حتی پلنگ‌ها کلان می شوند. و جالبش این است که این مار زهر ندارد، اما موشک‌های بدنش با قوت هستند و شکار خود را فرو برده نفسگیر کرده می‌کشد. سپس او را با تمام بدنش می‌بلعد و بعد هفته‌ها یا ماه‌ها دیگر خوراک نمی‌خورد. این رسم سال 2013 در اینترنت پخش شد. این مار کلان در کره شمالی با این ماشین خاکبر کشته شده است. معلوم شده است که این نماد مار از کانال پاناما تا اندونزیا با درازه 14 تا 30 متر زیاد دیده شده است. اولین بار چنین مار در جزیره سوماترا در اندونزیا با درازه 30 متر دیده شده است. ماری که در رکوردها داخل شده است 7 متر طول دارد، اما مار اندونزیایی از این مار رکوردی 2-3 برابر کلان بوده است. دوم، کلانترین ماهی اوپا. ماهی کمیابی که با وزن 1.2 تن از طرف ماهیگیران روسیه صید شده است. این صحنه آنها را حیرت زده کرده بود و هم وقت خرسند شده بودند، اما با سببی که ماهی کلان بود بعد برآوردن به ساحل دریا مرد و نتوانستند که از آن استفاده کنند. وقتی عکس‌های این ماهی در اینترنت پخش شد هر کس فکر خود را کامنتری کرده بود. بعضی‌ها گفته بودند که باید ماهی را به آب برمیگرداندند تا نسلش از بین نمیرفت. بعضی دیگر میگفتند که باید زنده میماند و در باغ وحش به مردم نشان داده میشد. اما ماهیگیران تصمیم گرفتند که این ماهی را میده کرده به باغ وحش ها صدقه کنند. سیوم، کلانترین پرنده شکاری. ما این پرنده را در اندازه های خوردش در فیلم ها دیده ایم، اما این متفاوت است. این کرگس پرنده غول‌پیکر است که می تواند با مدت دراز پرواز کند. وزنش 60 کیلوگرم و درازیش از 3 تا 5 متر می رسد. این پرنده در دانمارک تحت آموزش صاحبش قرار دارد. پرنده از سال 2018 زیر نظر پیتر آموزش می بیند و می تواند با مدت طولانی پرواز کند و خسته نشود. چهارم، کلانترین تیمساح دنیا. کراکودیلی که در فیلیپین توسط شکارچیان صید شد با 1 تن وزن و 17 متر درازی در کتاب رکوردها با عنوان کلانترین کراکودیل دنیا جای گرفت. نام آن را کرولان گذاشتند که در جهان کلانترین محسوب می شود. او در آبهای شور زندگی کرده، عین حال در همان شهری که آن را یافتند در همانجا در یک مرکز تحقیقاتی نگهداری می شود. پیش از این تیمساح کلانترین تیمساح جهان 5 متر درازی داشت. کراکودیل جاغ و دندانهای با قوت دارد. در آب و خشکی زندگی کرده، در سراسر منطقه های امریکا، آفریقا، آسیا و استرالیا دیده می شود. پنجم،
سفره غولپایکر. زهر این نمود ماهی چنان با قوت و خطرناک است که بعضاً چوب لاتکه ها را سوراخ می‌کند. این ماهی از زهرش در مرحله آخر برای نجات جان خود استفاده می‌کند. داستان حکایت می‌شود که گویا در زمان‌های پیش کشتی به یکی از جزیره‌ها در بین آب می‌رسد و کشتیبان می‌خواهد که لنگر انداخته از کشتی فرآمده مردم استراحت کنند. وقتی از کشتی فرآمده روی جزیره می‌برایند، معلوم می‌شود که آن جزیره نه بلکه ماهی بوده است. آن ماهی بیدار می شود و خود را حرکت داده تمام مردم داخل کشتی را به زیر آب می اندازد. این داستان درباره همین نمود ماهی است. سال 2010 یکی از این ماهی ها را با زحمت 15 ماهیگیر پس از 6 ساعت کوشش کردند به دام انداختند. این ماهی به درجه قدرت دارد که می تواند لاتکه ها را تا چند کیلومتر روی آب از پس خود کشد یا حتی آنها را به زیر آب برد. درازی این ماهی 6 متر است. پشت این ماهی پر از خار است که با فرو بردن به بدن آدم درد وحشتناکی دارد که به گفتن راست نمی آید. ششم، خرگوش. این خرگوش کلان اولین بار در قرن 16 در بلژیک مشاهده شده است. میگویند که آنها از نسل پاتوگنی خرگوش‌های اروپا هستند که در جهان پخش شده‌اند. این خرگوش فلمینجین یا غولی فلمینی بزرگترین خرگوش دنیا بوده خیلی آرام هستند. با سبب رفتار آرام و نرمی آنها حیوانات خانگی خوب برای کودکان به حساب می‌روند. بسیار باهوش بوده، زود آموزش می‌بینند و با دیگر حیوانات خانگی خود را مطابق می‌کنند. بدنهای با قوت دارند، مخصوصا پایهای عقیبشان. برای همین هنگام برداشتن آنها صاحبانشان باید احتیاط کنند، چون که با پا زدن و یا چنگ زدن خرگوش میتواند آسیب سختی به آنها رساند. این خرگوش به سبب اندازه کلان و عمر درازش پادشاه خرگوش ها نامیده می شود. هفتم، کلانترین موش پروازی. کلانترین موش پروازی همانی است که پشت گردنش به رنگ طلایی است. درازی پرهای این موش به 7.1 متر میرسد، اما وزنش کم بوده به 2 کیلوگرم برابر است. این موش پروازی از فیلیپین بوده، با سبب شکار شدنش نسلش نابود شده ایستاده است. اندازه خردترین این موش ها 6 سانتی متر بوده، کلانترینشان از 5 تا 7 متر میرسد. هشتم، حلزون غولپایکر افریقایی. آیا تا به حال درباره حلزون‌های غولپایکر افریقایی شنیدید یا آنها را دیدید؟ این حلزون‌ها کلانترین نماد عائله حلزونی به حساب می‌روند و آنها مانند دیگر نمادهای خود دو جنسه بوده. سنگ پشت آنها 18 سانتی متر درازی و 9 سانتی متر پهمی دارد. در منطقه‌های گرم و خشک شرایط زندگی خوبی دارند. آنها هر سال 1200 تخم می‌گذارند و نسل آنها برای دیگر موجودات مشکلات به وجود آورده است. نهم، کلانترین موش. این موش 82 سانتی متر درازی داشته، در بین موش‌ها بی‌نظیر است و کلانترین موش دنیا به حساب می‌رود. موش نسبت انسان‌ها هیچ حس ترسی ندارد و با 82 سانتی متر درازی و 5 کیلوگرم وزن در جهان کلانترین موش دانسته شده است. این موجود به اندازه 2 پیشک کلان اندازه دارد. پوست او پوشیده از موی‌های طلایی رنگ است که در خنکی و نمی او را محافظت می‌کند. تا حال معلومات دقیق درباره این موش گزارش نشده است و با او نام هم نگذاشتند. دهم، بلندترین اسب دنیا. بلندقدترین اسب دنیا بیگجت نام دارد که بلندی قدش 2 متر 10 سانتی متر و 2 میلی متر بوده. این اسب بلژیکی است. نام او در کتاب گینس سال 2013 قید شده که حالا او 11 ساله است. صاحب این اسب بلژر گلبری امریکایی است که با سختی او را کلان کرده. میگوید که در وقت سوار شدن کنترل کردن این اسب خیلی مشکل است، اما تا چند که کلانتر می شود آرامتر شده ایستاده است. صاحبش میگوید که از داشتن چنین اسب فخر میکند و وقتی مردم برای دیدن این اسب رکوردی به مزرعه میآیند حیرت زده میشوند. خب اینها بودند حیوانات غولپایکر دنیا.
کدامی آنها به شما پسند آمد؟ فکر و نظر خود را در کامنتاری نویسید.